ناحیه یفتل سفلا در ولایت بدخشان افغانستان. ده مردی که کسب و کارشان را از دست دادند همه روز اینجا می آیند با امید یافتن طلا و با این امید که می یابند و قرضهایشان را می پردازند حتی اگر به قیمت جانشان تمام شود. کار در اینجا آسان هم نیست، اما کسانی که اینجا می آیند می گویند چاره دیگری ندارند. همه کار را دستی و به صورت غیر کسبی انجام می دهند. شکافتن دل سنگ ها گاه روزها را در بر می گیرد، گاه وقتی اندک. بعد بیرون آوردن سنگ ها از درون نقب و غارها کار دیگری آغاز می شود. شکستن سنگ ها. با این امید که از میانشان طلا به دست می آید. قادر جان در گذشته کار دیگری داشت، حالا اینجا طلا می جوید. بازی را میبریم اونجا آسیاب میکنیم مثل آرد ترمیده ماری. بازی را میشویم. بان میشویم اگر داشت جدا کردن میگیریم، نداشت دیگه توکل ما به خدا قضاری مردم. اکنون در آسیاب چه میگذرد؟ سنگ ها را اینجا آوردند تا مرحله دیگری کار را انجام بدهند. ساعت ها میگیرد تا سنگ ها به ریگ مبدل شوند. مرحله بعدی شستن ریگ است. آب را روی نمدها جاری می کنند و اگر ذره های طلا بود در نمد می ماند. آب را هم با دقت می پالند تا ذره باقی مانده را بگیرند. بسیاری ها برای ماه ها اینجا کار کردند اما هیچ چیز به دست نیاوردند. هیچ پیدا نکردیم، سرنخش تا هنوز گیر نکردیم. مصرف کردیم و تا هنوز گیر نکردیم. در بدخشان افغانستان هم این کار را زرشویی می نامند. حالا ریگ آب زیاد است، اما دیگر از زر خبری نیست و مانندی همایون و قادرخان ده ها کسی دیگر با گرفتن قرض تا هنوز دنبال طلا هستند و میگویند روز شاید بخت برای آنها هم میخندد. امیدواری از دیگه، توکل به الله.